جهان سپاس از همه شما دوستای که تا به حال بیننده برنامه خودتان بودین و حال هم نوبت میرسه به اوقات پروازهای هواپیمای مسافربری اسپایس جت از کابل به دهلی و برعکس از دهلی به کابل. به روز شنبه اوقات پروازها: پرواز از کابل 1:20 بعد از ظهر، نشست در دهلی 4:20 عصر. پرواز از دهلی 11:10 قبل از ظهر، نشست در کابل 12:20 ظهر. به روز سه‌شنبه اوقات پروازها: پرواز از کابل 1:20 بعد از ظهر، نشست در دهلی 4:20 عصر. پرواز از دهلی 11:10 قبل از ظهر، نشست در کابل 12:20 ظهر. و سرانجام به روز پنجشنبه اوقات پروازها: پرواز از کابل 1:20 بعد از ظهر، نشست در دهلی 4:20 عصر. پرواز از دهلی 11:10 قبل از ظهر، نشست در کابل 12:20 ظهر. خب دوستای عزیز، این بود اوقات پروازها که تقدیمتان کردم و حال هم در بخش بعدی برنامه با همکار عزیزم باشین. سلام. سلام تقدیم میکنم به همه شما بیننده عزیز. خدا کنه که همگیتون جور و صحت داشته باشین و مصطفی سلیمان خیل هستم. تشکر میکنم که تا این لحظه با برنامه صبح و زندگی بودین. کمره یک بار سعی کنم. خدا کنه که صبح رو به خوبی آغاز کرده باشین، ورزشکار باشین و همیشه ورزش کنین تا اینکه صحتمند باشین. امروز دو مهمان عزیز دارم که همراهشون گپای رو خود زدم، صحبتای خود کردیم، چگونه ورزش کردن، از کجا شروع کردن، چی مشکلاتی داشتن، همین مصارف چطور پورا میکنن و باشه. من نبیل جان میمونم در بخش اول ما. یا مهمان اول ما نبیل جان حبیبی هستن، همین کسی که نمیره دیگه مصروف کپا است که بکشه. و سلام، صبح بخیر نبیل جان، خوش آمدید. باش که دیگه مونده باشه، من میگیرم پیش خودم. اونو کمره خودت است نبیل. خب اولتر از همه عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بیننده های عزیز شبکه جهانی تلویزیون آریانا. نبیل حبیبی هستم، یک تن از ورزشکاران بادی بیلدینگ یا پرورش اندام. بسیار زود خوش آمدید. من از یاد دپالیت استاد نشدم که من هیچ دپالی از معلوم نمیشم نام خدا. نبیل جان، ورزش اصلا چطور شروع کردی؟ از کجا آغاز کردی؟ چند سال میشه که ورزش میکنی؟ میشه که ذره معلومات بدی برای من؟ بله، من ورزش پرورش اندام یا بادی بیلدینگ در کشور هندوستان شروع کردم. نام خدا. تقریبا سال 2006 تا این سوره فقط پرورش اندام و بادی بیلدینگ ورزش میکنم. چند سال میشه که ورزش میکنی؟ تقریبا از 2006 تا حال فکر میکنم یک 5 الی 7 سال. نام خدا. بله. والا ورزش کردن هم حوصله کار داره. من یگان تا رو میبینم که 2 ماه 3 ماه 1 سال میره باز اعلام میکنه. مشکل امو است کسایی که مثلا در پرورش اندام و بادی بیلدینگ میرن و شروع میکنن تقریبا در 3 ماه بعد از این میدن که در جانشان هیچ کدام تغییرات نمیاد، باز از کلاب بادی بیلدینگ رو اعلام میکنن. باز میگم نه ما فیتنس میکنیم، در جانشان میذاریم. خب نبیل، چطور شد پرورش اندام انتخاب کردی؟ یک قدر رشته ورزشی نام خدا؟ بله، من اول وقتی که سپورت شروع کردم، اول چون در افغانستان بودم در سال 2005 من تیکواندو رو شروع کردم و چون در تیکواندو خوب بودم اما قدر زیاد نه، بخاطر که نمیفهم رشته‌ام نبود و هر جان هر بدن که میباشه به یک ورزش خاص و مختلف مثلا آماده میباشه. من چون 1 سال در تیکواندو رفتم، خوب بود تا کمربند سبزم گرفتم، بعد از او نتونستم که پیش ببرم. بعد از او باز وقتی که در هندوستان به تحصیلات رفتم پرورش اندام انتخاب کردم و از اون دمو رشته خوش هستم و بسیار نام خدا دیگه ورزشکار باسواد. بله. خب میشه در رابطه با کپا گپ بزنی؟ کپا را در کدام وزن در کدام مسابقات گرفتی؟ در هندوستان گرفتی؟ در داخل افغانستان گرفتی؟ کپ اولیم است که در سال 2008 در کشور هندوستان گرفتیم. بسیار خوب. که یک کپ تشویقی بود که بین دیلی جدید چند کلاب‌هایی بودن که فکر کنم تقریبا 22 دانه کلاب بود که واقعا برای من جای افتخار است که من هیچ از اول فقط 2 سال یک استاد داشتم به نام مکیش که واقعا استاد زحمتکشی بود. سرما زحمت کشید و من تقریبا در ظرف 2 سال آماده ساخت که من در مسابقه استاد شدم و کپ به دست بیارم. بسیار خوب. خیلی جالب است. ما در افغانستان مثلا تو به خودت نفرا وارد ضرورت داریم به خاطر تیم ملی که تو در هندوستان وقتی مقام میاری، خود افغانستان خوب بیازم میتونی مقام بیاری. دیگه باز وقتی که من در هندوستان به خاطر درسای خود رفته بودم و در رشته BBA تحصیلات خودم خلاص کردم و مولتی میدیا در بخش تلویزیون درسای که خلاص کردم. بعد از او واسه افغانستان آمدم و مسابقه دوم خود در زون غرب مسابقه دادم که کف دوم که میبینین از افغانستان است و دوام در وزن 80 مسابقه دادم و دوام مقام دوم گرفتم. نام خدا چرا خندرویی هستی؟ تشکر. بخاطر که واقعا ما یک برنامه صبح زندگی را واقعا یک برنامه خوب است و تعقیب میکنم و بسیار خوشحال هستم و تشکر میکنم از شما، از یما جان بوپل
و بشیجان رستاقی که من در این برنامه دعوت خیلی کردن. خوب است. کپ آخرت ماند؟ بله و کپ آخرم در سال 2010 گرفتم از تیم ملی است. نام خدا. در کدام وزن اینا رو می‌دونید؟ بله وزن ما تو گفتم بهتون بله وزن اول ما در چون وقت قدر سایز ما زیاد نبود کپ اول که گرفتیم در دستان گرفتیم که در وزن 70 کیلو بودم. بله بعد از وقتی که افغانستان اول هم خوب گرنگ بودی دیگه. بله خب چون 2 سال ورزش کرده بودم و در وزن 70 و بعد از باز افغانستان که در زون که شد وزن من 80 بود و در مسابقه نهایی خود که دادم در تیم ملی بود که در وزن 85 موفق شدم که مقام اول. این هم مربوط خود میشه پیش بله. خب در رابطه با این بگو که تشویق فامیل چطور بوده؟ دوستا که ورزش میکردی میگفتن خب اون درس هم میخونی اون ورزش هم میکنی خیلی خوب است، پیشرفتت دیدن در کارهای در ورزش، کپایت دیدن مثلا در خانه میهمانا میان نام خدا بچه ورزشکار دارن. بله اما تشکر میگم از همه دوستایم، بسیار دوستا واقعا دوستا فامیل همگی من در این رشته واقعا تشویق کردن و زیادتر برای من استاد وایس عطایی واقعا که میارم زیر دستشان تمرین میکنم در کلاب کابل زیبا، واقعا اونا من تشویق خاص کردن و فعلا هم سر ما آمادگی ها گرفتن که ما شاید بخیر در دیگه سال در باز در تیم ملی بخیر یک مسابقه دیگه. خیلی خوب است. نبیل بیا از همین خوراکی ها شروع کنیم یک ذره. خود بالاخره یک ذره بگفته تو این بودی اکسپرت هستم دیگه میفهمی. همین پروتئین خوردن یا جواز داره نداره؟ بله خوب بسیار سوال خوب پرسان کردین از ما. واقعا بسیار کسایی هستن که درباره پروتئین بسیار سوالات دارن. پروتئین‌های بسیار زیاده است که فعلا در مارکت و در بازار فروخته میشه و ما واقعا یک گپ میخوایم به بیننده ها و کسایی که ورزش میکنن بگوییم که پروتئین بسیار خوب است که ورزشکار پروتئین استفاده کنه، اما پروتئین تا پروتئین میباشه و باید دائم کوشش کنن که پروتئین منظور چی از پروتئین تا پروتئین میباشه؟ بله قسم پروتئین است که مثلا بدل است. بله نه خیلی بدل نیست، پروتئین است که مثلا با سایزهای مختلف استفاده میشه. مثلا شما خودتان سایزتان فرق میکنه، مثلا جانتان کاتینگ زیاد داره میخواین سایز بگیرین، پروتئین است که مثلا به سایز بدن است که شما میتونید سایز بگیرین و کسایی که مثلا جانشان بسیار زیاد بزرگ هستن میخواین کاتینگ بگیرن برای از دیگر رقم پروتئین ها میاد که مثلا سلتک که مثلا نتروتک اینا میباشه و دیگه یک گپ واقعا میخوایم به بیننده ها بگوییم کسایی که ورزش دوست هستن و ورزش میکنن که هر وقتی که پروتئین میگیرن باید تاریخ اکسپایری دیت شه، یعنی تاریخ ختمش باید چک کنن که تاریخ ختمش باید ختم نشده باشه. اگه ختم شده باشه واقعا نه بدن از اونها فایده میکنه بلکه که به بدنشان بسیار نقصات و عوارضات دیگر هم. حالا یک گپ دیگه نبیل فکر کو مثال ما برات میگم یک از دوستایم است بادی بیلدینگ شروع میکنن و 2 ماه 3 ماه میشه بادی بیلدینگ میره بدون از اینکه به کسی بگویم، مثال به کسی مثل تو که بلد است یک استاد دیگه میره بشار یک دکان میبینه چقدر پروتئین نام خدا اوه خب بیا من یک دونه میخورم استاد من میخوام این تشم نه اون نفرم خود شاید نفهمه یک دکان جو کنه میگه این رو بگی کسی که امی پروتئین هم بفروشه مثلا دکانای پروتئین میباشه همشون درباره پروتئین واقعا معلومات می‌داشته باشن و کسایی که میخواین پروتئین استفاده کنن اول باید از استاد خود کسایی که مثلا در این رشته اکسپورت هستن یعنی مشوره بگیرن مشوره باید بگیرن که برشان چه قسم پروتئین لازم است باز میتونن اگر نه پیسه تا ناق میره. بله اگر نه پیسه شون ناق میره خدا خواسته مشکلات بدنیشان هم زیاد میشه مثلا تکلیفای خیلی ما یک نتیجه گیری میکنیم اگر لاغر هستین میخواین چاق شوین اگر چاق هستین میخواین لاغر شوین هر کدومش پروتئین خاص داره. بله بله و ایتون نرین که بگین که من نمیفهمم تو قلندری دیگه گرفته برین بخرین باز مصرف کنین باز بگین که پیسه هم رفت کدام نتیجه هم نداد. نه بله بله. خورد و خوراک چی تاثیر داره در این ورزش؟ بله خوراک واقعا همه تمام بادی بیلدینگ است سر خوراک میباشه که باید یک بادی بیلدر ضرورت داره که همه روزانه باید از تخم شیر و چیزایی که مثلا پروتئین بسیار زیاد داشته باشه از اون استفاده کنه. مثلا صبح چندان تخم بخوره یا در پالی تخم کدام چیز دیگه بخوره چاش بخوره نخوره؟ برای شما امی خوراک خود براتون میگم که من صبح مثلا که از خواب میخیزم اولین کار من این است که از پینتس باتر یک چیز است که از بادام کوهی میگن فکر کنم یا مونپلی از اونو جور میشه به نام پینتس باتر است که در بازار در مارکت ها میتونن پیدا کنن. امروز از اونو میتونن امروز براون برید یک نان است که به بادی بیلدر بسیار زیاد فایده داره از اونو میتونن که استفاده کنن و اونم بسیار پروتئین خاص هم داره و یکی دیگه باید از آب کیله زیاد استفاده شود در جوس جور کنن جوس جور کنن و در او اگر امکان دارن در چند خرما هم درش اضافه کنن و عسل اینا همش کل از چیزا نام خدا میخوریم دیگه. بله نام خدا باز مشکل تکلیف معده گپا پیدا نمیشه. نه خیلی بخاطر که این چیزا همش نرمال است یک انسان میتونه که به بسیار آسانی خب یک سوال اینا همین پروتئین هم که جور میکنن از این چیزا میگیرن نه از این مواد طبیعی. بله اگر این رو بخوریم خیلی چرا پروتئین بخوریم اگر پروتئین میخوریم خیلی چرا از این استفاده کنیم. خوب شد یک سوال بسیار خوب کردید. نه است که مثلا شما ما نمیتونیم که در یک مثلا در یک دفعه 25 تخم استفاده کنیم که واقعا 25 تخم بسیار سنگین میشه به یک نفر و نمیتونه استفاده خورده بتونیم نمیشه. از اون خاطر فقط یک مقدار کم 2 اسکوپ پروتئین استفاده میکنیم که ما قدر بر ما پروتئین هم 25 تخم. خوب است یک وقفه
شما صبحتانم بخیر و نبیل حبیبی همراه من هست و میگه که مصرف از این ورزش چطور پوره میکنه. خب ما خودم در همکار شما هستم، در بخش وبسایت تلویزیون آریانا کار میکنم و کل معاش مصرف میکنید؟ نه خیلی همه معاش مصرف نمیکنم، اما خوب از بعضی کمک معاش فقط در بادی بیلدینگ یا مصرف میشه دیگه. شکر. در پولی درس یا کدام مصرفیت دیگه داری؟ کدام رشته خاص ندارم، برای فقط امی بسیار مصرفیت خاص مامی است که سپورت میکنم و به قسمی که به شما گفتم که ما تحصیلات خود هندوستان ختم کردیم در رشته BBA و بعضی پروگرام‌های تلویزیونی به نام مولتی میدیا که ادیتینگ اینیا میشه. پروفسور میگه به موسیقی هم دسترسی داره. بله، بعضی اوقات موسیقی هم مینوازم و با گیتار، هارمونیا، پیانو و با کلش دیگه دسترسی داره. بله، خوب است آدم در رشته که باشه باید واقعا کوشش کنه که همه چیز یاد داشته باشه و من در گیتار هم یاد دارم، طولام مینوازم بعضی اوقات و پیانو هم. یک رشته رو آدم شروع نکنه با گفتی نبیل وقتی که شروع کردین دیگه هم تو سم صحیح هم تو تای دیگه. بله واقعا باید آدم تا که میتونه کوشش کنه زحمت بکشه و ما دمی عقیده هستم که واقعا هر کسی که زحمت بکشه جوینده یابنده است و میتونه که آدم در آینده یک چیز خوب شه. خیلی خوب است. بسیار تشکر. خیر ببینید، زحمت رو ببخشید و تشکر میکنم از شما و همکارای زحمتکشتان که همچون برنامه را خیر ببینید. اما شما دوستان همچنان با ما باشین و یک مهمان دیگه هم داریم. ویدیوش آماده کردیم که او رو میبینیم و باز دعوتش میکنم صحبت رو با اونها ادامه بدیم.